بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما همدیران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم. امیدوارم که هر کجایی که باشین تنسیت و سلامت باشین و خونتون آباد باشه. همدیران و هموطنان عزیز، این برنامه چیدی قدرت و حقیقت است و من عبیدالله سیدی طول یک ساعت دیگر در خدمت شما قرار خواهم گرفت و پیرامون موضوعی که گذاشتیم صحبت خواهیم کرد. همدیران و هموطنان عزیز، بازم یک بار از شما عذر می‌پرسم بابت اون چیزی که برنامه 20 دقیقه دیرتر با وقتی یعنی اعلام شده نشر نشد و ما کمی مشکلات تکنیکی داشتیم و این حال بسیار خوشحال هستم که توانستیم بازم این مشکلات را رفع کنیم و دوباره در حضور شما دوستان و برادران قرار بگیریم. همدیران و هموطنان عزیز، فراموش نکنید که کانال ما کانال جدید است و دیگر از این پس در کانال جوانان تاجیکستان پخش مستقیم ما ادامه پیدا میکند و هر هفته ما روز سه‌شنبه بخش مستقیم خواهیم داشت با وقتی تاجیکستان ساعت 9 و با وقتی بریتانیا که به ساعت 5 و امیدوارم که شما میتوانید در برنامه پیوست شوید و همیشه فکر و نظر خودتون را راجع قضیه های تاجیکستان و حالات هایی که رخ میدهد صحبت کنید و امیدوارم که ما و شما میتوانیم یک الگوی باشیم برای نسل آینده تاجیکستان که بتواند در روند وطنداری و وطنسازی سهمی بزرگی داشته باشد. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، امروز من در برنامه بسیار موضوعهای گوناگونی را انتخاب کردم و میخوام این برنامه رو با روندی، یعنی با اساساً موقعی دیگری پیش ببرم. یک برنامه‌ای که متفاوت از تمام برنامه‌های پیشین قدرت و حقیقت باشد، برنامه‌ای که ما تا امروز اجرای او را در قدرت و حقیقت نداشتیم و بر اساس همین من میخوام امروز برنامه را بدون اون چیزی که من همیشه سرلوحه موضوع میگذاشتم و بر اساس اون سرلوحه موضوع من برنامه را پیش میبردم و شاید این باعث میگشت که بعضی از برادران پیوست نمیشدن و فکر نظر خود را بیان نمیداشتن، زیرا احساس میکردن که خب موضوعی معینی است و شاید نتوانند در این موضوع فکر و نظر خود را بیان بدارند. حالا برنامه امروزه رو ما میخوام به طور دیگری پیش ببرم، یعنی از موضوعایی که روزمره هست از همون موضوع در برنامه روندی همین صحبت خواهیم کرد. مثلا من امروز وارد اینترنت میشم و هر موضوعی که در سرلوحه خواهیم دید مورد اون موضوع صحبت میکنه و شما دوستان و هموطنان عزیز، امروز موضوع علاقه دلتان رو اگر که دوست داشتید و خواستید که بیایید در برنامه اون رو بیان بدارید، برای شما فرصت نیست خواهیم داد که در همون موضوعی که شما میخواهید صحبت کنید ما و شما بتوانیم صحبت کنیم. شاید هر 10 برنامه قدرت حقیقت یکی از برنامه‌هاش با این طور دیگر برگزار کرده شود، چون ما بتوانیم فکر نظر مردم رو نیز در مورد مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی داشته باشیم که اگر جای ما اشتباه کردیم، جای ما خطا کردیم، بتوانند موضوعی را پیشکش کنند که بتواند اصلاح کننده برای روی مخالفت، برای رسیدن برای تمامی اصلاحات جامعه تاجیکستان باشد. دوستان و هموطنان عزیز، من برنامه رو آغاز میکنم و کوشش میکنم که از موضوعی که عین ها در سرلوحه قرار دارن از اون موضوع به شما پیشکش شما کنم و در این موضوع صحبت کنم و اگر در روند برنامه شما وارد استودیو شدین و فکر نظر خودتون رو که گفتین و هر موضوعی که شما خواستین در اون موضوع باز نیز صحبت خواهیم کرد. و دوستان خواهش میکنم که همونطور گفتم کانال ما جدید است و این میتواند باعث اون بگردد که بیننده زیادی رو جلب نکند. بر اساس ما خواهش میکنم از شما که دستگیری کنین، شریک بسازین، کامنتری بیشتر بنویسین و این کوشش به ما کمک میرساند تا برنامه ما را بیشتر انسان ها ببینن و جلب شوند و کوشش تلاش کنیم که با هم بتوانیم برای آینده کشور، آینده ملت، آینده دین و آینده جامعه سالمی تاجیکستان سهم گذار باشیم. وگرنه ما و شما میدونیم که جامعه تاجیکستان هر روز دارد بدتر می شود. موضوع اولی که ما در آن میخوام فکر نظر خودمون رو بگوییم، موضوع بد اخلاقی جامعه تاجیکستان است که در روز گذشته سید مکرم رئیس شورای علمای تاجیکستان یک واکنش نشان داد و ما میخوایم نسبت واکنش ایشان صحبت کنیم و تحلیل کنیم که ایشان منظورشون چی است از بد اخلاق و از بد رفتار شدن نوجوانان در جامعه امروزی تاجیکستان. بیایید این موضوع را از سامانه ازیا پیلوس به شما پیشکش کنیم و این موضوع رو با هم از اون رادیو بخونیم و ببینیم که سید مکرم منظورش از بد اخلاق شدن نسل نوین چی است و چرا چون این یک موضوع را باری اول است که
ایشان مطرح میکنن. چرا تو امروز مفتی تاجیکستان این موضوع ها رو مطرح نکردن؟ حالا در جامعه تاجیکستان چگونه تغییرات به میان اومد و از کجا خودی سید مکرم توانست جسارت کند و در چنین یک موضوع ها صحبت کند؟ ما میدونیم که در گذشته ایشون نوردین جان حاجی میرزا و دیگر علمای مشهور تاجیکستان وقتی که در موضوعهای دینی و اخلاق صحبت میکردن، این باعث گشت که حکومت تاجیکستان و حکومتداران که دختران و فرزندان آنها در سری یا اینکه پیشتاز این بد اخلاقان هستند، باعث گردیدند که مساجد اینها بسته شود و صدای اینها خاموش گردانیده شود. و بر اساس همین ما تو امروز ندیدیم که علمای تاجیکستان از ساحه اخلاق و آدابی رفتاری مردم تاجیکستان صحبت کنند، زیرا میدانستند که هر صحبتی میتواند برگردد به خانواده، یعنی به خودی همون شخص و ضرر برساند به همون عالمی که این حرف رو میزند. ولی حالا بیایید یک تحلیل میکنیم که سید مکرم از کجا چون این جسارت رو کرد؟ آیا او بد اخلاقی و بد شدن نسل نوین تاجیکستان رو، اخلاقشان رو تا این زمان نمیدید و چی شد که عین حال یعنی در سال 2025 این چیز رو چشمش باز شد و دید؟ ولی سید مکرم تو 12 سال می شود، بیشتر از 12-13 سال مفتی تاجیکستان است، چرا عین حال این حالت رو دید؟ بیاید این رو از رادیو آزادی میخونیم و وابسته به این تحلیل خودمون رو خواهیم کرد. ما میگذاریم به رادیوی آزیا پیروز. دوستان عزیز، بابتی اگر گلوم کمی که عذرخواهی میکنم، زیرا ناو از همون سردی بر اومدیم و متاسفانه گلومون گرفته شده است. خب ما before you pressing screen remove. خب بله، اینا من همطور که شما دیدید از رادیوی آزیا پیروز به سمت شما آوردم و همطور که شما میبینید در رادیوی آزیا پیروز نشر شده است که با این لبهایت فردا در خبر نمیگنجی. انتقاد مفتی تاجیکستان از بوتکس یا تاتوریروفکا. حالا دوستان گرامی اگر من تلفظم بدتر باشد چون من از این استیل‌ها اونقدر آشنایی ندارم، خیلی عذر بپرسم. همچنان مفتی کشور از تغییر دادن خیلی عذر دوستان، خیلی عذر دوستان عزیز، من گفتم که کمک بوی سردی مشکلات اومد. خب سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما مفتیای تاجیکستان ضمن یک سخنرانی خود که اخیرا نواری آن در شبکه یوتیوب و مرکز اسلام شناسی تاجیکستان نشر شد، از معمول شدن بوتکس و تاتوریروفکا میان جامعه نگرانی و انتقاد کرد. نوار سخنرانی مفتی 3 روز پیش در صفحه یوتیوب مرکز اسلام شناسی تاجیکستان نشر شده بود. خود سید مکرم عبدالقادرزاده بعضی پیروز تصدیق کرد که در این موضوع روز چهارشنبه گذشته در پخش مستقیم 15 اکتبر و ضمن نماز جمعه گذشته 17 اکتبر در مسجد مرکزی کشور سخنرانی کرده است. در 3 روز پارچه از سخنرانی او در بعض مسئله های جمعیتی در صفحه های مرکز اسلامی تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی نشر می شود. مفتی تاجیکستان در نواری نشر شده زیاد شدن سوزنزنی لب و روی یا به قول بوتکس را زیر انتقاد گرفته تاکید می کند که این عمل حرام است. او میگوید در پیروی از اشخاص بیگانه بیشتر دختران لبها را با سوزندار و بورته میکنند و پیش از دست زدن به این عمل از عاقبت آن نمی اندیشند. او تاکید نمیکند که این عملهای نشاندادی آنجا آخرت در نظر است، جوابگری دارد و گناه برای هم به خود سوزن زدن و سوزندار زدن هم با دیگران گذرانیدن آن برابر است. یعنی منظورش است که اگر هر کسی که به کسی سوزن بزند و یا اینکه سوزنی به خود بزند، این یک گناه دارد. همچنان مفتی کشور از تغییر دادن شکلی بینا و روی انتقاد کرد. ذکر میکند که این جسم امانت است و معنای آن را ندارد که هر انسانی با جسم اختیار داشته باشد دیگر گوشش را ببرد یا شکل بینیش را تغییر دهد، بجز حالتهای طبابتی که آن مسئله دیگر است. او تاکید میکند که انسان به هر شکلی که نباشد باید از جسم داشته خود قناعتمند باشد. پدر و مادر قلم و کاغذ نداشت که بنویسد و بکشد که قد و قامت چی قدر و بینی و گوش و چشم چگونه باشد، یا کسی آینده
انتخاب نکرده بود که شکل نمودی چگونه باشد. در بهترین صورت آفریده شدی، حالا اخلاقت را بهتر کن. ابراز داشته است عبدالقادر زاده. خب بیاید دوستان گرامی و هموطنان عزیز، در اینجا فکری همین عبدالقادر زاده را ویدیویش را بمانیم تا این بتواند بهتر باشد. شاید این طریقه اون جوان برای چی لباشو برکه کرده است، نمیدونم با سوزن دارو و کیمچی رو لبو یعنی دهشتناک کرده است خود رو پیروی از کیمچی. و کجا میروی تو با این لبهایت فردا در قبر نمیغنجی. و اونجا پرسیج دارد. حتی حالا ببینید خالزنی و اون چی میگویند، اون نقش نگاره که در دست و در بدن حرام است. پروردگار این جسم رو برای تو امانت دادگی هست. این جسم امانت است. حالا چی کسی را بزنید یا خود رو بزنید حرام است. کسی رو ظلم کنید یا به خود ظلم کنید، هر دوش گناهش برابر است. این معنی رو ندارد که هر انسانی اختیار داشته باشد در جسمش که یک گوشش رو ببرد یا که گوشش رو ببرد یا اینکه بینیش رو تغییر بده. پروردگار به بهترین شکل خلق کرده است، در هر شکلی که نباشد. سعید بالله ولقد کرمنا بنی آدم. ما انسان رو قطع نظر از ایمان اعتقادش قبل از همه همچون فرزند آدم، همچون انسان میگوید ما انسان رو محترم و مکرم آفریدیم. این انسان مکرم و محترم هست و تمام موجودات رو در اختیار این دادگی هستیم، باید با راه حلال استفاده کنه. این جسم امانت اون انسان هست و حق ندارد که شریکش ببرد یا که پایش ببرد یا که دیگه بی ضرورت، مگر برای توبت حال دیگر گپ است، اون دیگر مسئله است. یا که لباش رو نمیدونم چی میگوین، مثل مرغابی که چی خیلی بعضی شکلشون بعضی دخترها رو میبینید از برای خدا دهشت است، میبینید میترسید. لنجو رو نمیدونم که چی خیلی میکنن، 4-5 سال بعد بیجا میروی چیکار میکنی با این شکل؟ همونه که کردن پشیمان شدن نمیدونن چیکار کنن، اینو کرده ای شدن. و انسانی آخر باید یک بار بپرسد که همین لوا را برکته میکند، نمیدونم چی بگیم دیگر. یک چیزی نوی هست که حالا نام ندارد، باید که فرهنگی و زبان شناسا باید نام گذاری کنن ببینن پسنجن که حالا کردگی ها چی شدن که من میکنم. اگر میکنم زیان میبینم یا فایده میبینم. و خداوند عزوجل در بهترین شکل آفریده است. فی احسن تقویم میگوید پروردگار انسان رو در بهترین قالب آفریده میگوید. این انسان خود زیباترین باشد، خود بدروترین باشد، بیزیبترین باشد، فرق نمی کند. و این شکل اعتبار ندارد. چشم چگونه است، بینی چگونه است، چهره چگونه است، قد و قامت چگونه است، برای انسان این مهم نیست. چرا که پروردگار با همین شکل آورد. نه پدر و مادرت کاغذ قلم داشت که بکشن که قدش چند متر نمیدونم که چشمش یا گوشش یا که بینیش یا دیگرش چگونه باشد. یا می آمدگی بگید که من چشمایم این باشد، گوشایم این باشد، لبایم این باشد، دیگر باشد. و پروردگار آورد با همین شکل. بگو الحمدلله. حالا دعای سنتیه که هر وقت مسلمان آینه میبیند اللهم کما احسنت خلقی فحسن خلقی. پروردگار من رو در بهترین شکل آفریده ای، ولو اخلاقم رو بهترین در بهترین شکل. اللهم کما احسنت خلقی، خلق من یعنی آفریده. حالا دوستان گرامی و هموطنان عزیز، شما ببینید اینجا یک مسئله ای است که ما این از رادیو از پیروز یک طرف کنیم. اینجا یک مسئله ای است که ما باید بسیار دقت بدیم که در تاجیکستان همونطوری که من گفتم سال هاست بد اخلاقی و بد شدن نسل نوین ما، یعنی اخلاق و رفتار و کردارشان معین مشخص است. ما میبینیم که در تاجیکستان واقعا وضعیت بسیار به شدت به سوی بدتر و بدتر شدن میرود و هر روز نسل ما، نسل جوان و خرابتر میشود. ما میبینیم که فاحشه‌گرایی، بد اخلاقی و آموختن ماده‌گرایی و بد شدن طرف مدلینگ اروپایی و دیگر جهان غرب در تاجیکستان بسیار بسیار مشهور کرده است که این باعث میگردد که آینده ما نسل خودمان را از دست میدیم. در سالهای 2007 و 2009 وقتی که
عالمان تاجیکستان مانند حاجی میرزا، دامل عبدالرحیم، ایشان علامه و خودی ایشان نوردین جان و ده ها عالمای برجسته تاجیکستان وقتی که موعظه میکردن و دیسک و کسیت های اونها فروخته میشد، بسیار طرفدار زیاد داشتن و اخلاق تاجیکستان رو دیگر کردن. اما دیدیم که کی باعث گشت که این عالما و این دانشمندایی که جامعه ما را از یک مریضی میخواستن نجات بدهند سری راهشان رو گرفت. ما دیدیم که دختران اموالی رحمانوف، دختران وزیران و کبیران و نمیفهمم هزارها دو و دیسکای دیگری که دارن، آنها باعث گردیدن که حکومت اجازت ندید این عالمون از اخلاق صحبت کنن. ولی حالا چرا چنین شد؟ ببینید امروز در جامعه ما کسی که اگر به سر لج برد می بنوشد 1000 گاه بخورد، هیچ کس او را در یک مسجد نمیگوید این کار حرام است، این کار بد است و این کار زشت است. اگر گفتی فردا چیکار میکنن؟ تو را دستگیر میکنن. چرا می نوشیدن، بدمعاشی کردن، در دیسکتیک رفتن رقصیدن امروز بدمعاشی نیست؟ میدونید برای چی؟ من سوالی شما را پاسخش را بدم برای چی؟ برای این است. من عین حال برای شما نشان میدم. برای این است. نداشته هست چای ما آمده. مگر در حکومت امروزه اموالی رحمانوف یا که در دانشمندایی که امروز به گفت خودشون به مانند سید مکرم، یکی از خائنان ملت که به اسم مفتی علما یعنی به نام علما یعنی جایگزین کرده شده است و امروز مفتی تاجیکستان را وظیفه‌اش را به عهده دارد، مگر این بد اخلاقی رو نمی‌بیند؟ این بد اخلاقی از کجاست؟ نسل جوان از کجا تربیت میگیرد؟ نسل جوانی ما را اینها تربیت مگر نکردن؟ وقتی خود خانواده پرزیدنت و کسی شخص اول کشور و با تمام وزیر و کبیرش میآید با هم زن و بچه در یک جا با یک نمیفهم بدترین حالت با هم میرقصن، مست، نوشیدگی، بد اخلاقی، بد معاشی و اوش میاد بازم سجده میکند و الفاظ اسلامی یعنی دعا کردن رو در پیش پای پرزیدنت نشان میدهد. این خود بد اخلاقی نیست؟ سجده کرده اونجا در پیش اموالی رحمانوف دعا میکند. آخه این انجام دادن فرهنگ اسلامی است که شو دعا به سوی خدا میکنه، ولی سجده کردن هم در نزد پروردگار باید باشد. چگونه تو در پیش امام رحمانوف سجده میکنی و نزد خدا دعا میکنی؟ آیا بار سید مکرم در همین باره که این سال 2013 شد بار در همین باره صحبت کرد، بار همین را انتقاد کرد، بار بد اخلاق شدن و نوش نوشیدن چیا را صحبت کرد، بار گفت که حجاب در تاجیکستان باید فرض باشد، باید همه حجاب داشته باشند؟ آخه عالم دین مفتیات وظیفه‌اش این گفتن حقایق است، وظیفه‌اش فتوا برآوردن برانی است که دین چی میگوید. حالا هر کسی که مسلمان نیست در او شکی نیست که براش نباید اجباری باشد حجاب، هر خودی میخواد بکند. همون هم که مسلمان است نمیپوشد حجاب اجبارش نکنین، اما باید حقایق دین باید گفته شود که در اسلام آمده است که یک زنی مسلمان باید حجاب بکند. این را نباید که پنهان داشت. وقتی که ما میگیم که دوستان گرامی و هموطنان عزیز، عالمای حقگو از بین برده شدن و امروز به سید مکرم افلاس‌ترین انسان در تاجیکستان اجازت میدهند از کدام نقطه صحبت کنن؟ از باتکس کردن و تاتویروفکا کردن. برای چی این کار را میکنن؟ چون جامعه امروز خط حکمت
و اون نتیجه اومد رسید که به این بد اخلاقی که جامعه را کرده است دیگه سری راهش رو گرفتن نمیتواند، دیگر مجبور شده است که از یک راه حد امکان اینقدر سری راهی را بگیرد. من آزاد بگذارم کمی بهتر میشد، ولی دید که آزادی از حد زیاد تا چگونه جامعه را میبرد میرساند. دیگر این جامعه را سری راهش گرفتن نمیشد و یک عالمی مثل خائنی مثل سید مکرم باید عالمای حقیقی را و منبر آورد تا اینا بتوانند اون جامعه را با الفاظ زیبا و دلایل‌های قانع کننده به زندگی خوب بر بگردانند، وگرنه آنها به این زندگی بر نخواهند گشت. برای همین دوستان و هموطنان عزیز و گرامی، وقتی که ما میایم شما را دعوت میکنیم که برادر بیاید صحبت کنن، از دفاع کنن، عالمای خودتان را تنها نگذارین. وقتی ایشان نوردین جان رو مسجدش رو بستن، چند نفر از جوانان جسور این کشور رفت در نزد مسجد او برعکس ایستاد و نماز خواند؟ چند نماز مسجد جمعه ایشان نوردین جان اجباراً برگزار کرده شد. جوانان بروند بگن اگر تو نماز نخوانی ما نمیرویم. میشد که چنین کرد. همون روزی که مسجد رو بستن ایشان نوردین جان اعلان کرد که من دیگر مسجد رو میبندم، کسی نرفت. باید مجبوری مردم میرفتن، میگفتن تو حق بستن نداری، هر کسی که دستور داده است گه خورده است، ما اینجای نماز رو باید اجرا کنیم. برای ما حکومت مجبور میشد این چیز رو بپذیرد. همین طور به داملو عبدالرحیم، همین طور به حاجی میرزا، همین طور به ایشان علامه و هزار کسی دیگه مثل آنها. اینجا خودمون دور نکنیم از گناه، خودمون نگوییم که نه مشکل در ما نیست، در حکومت است. مشکل در ما، نسل جوان، نسل امروز فردای تاجیکستان هم هست که بزرگای خود تنها گذاشتیم. وقتی مسجدش را ظلم کردن، بلاش فشار آوردن که میبندیم، او گفت بس است من بستم، ما تمام دیگر نرفتیم. باید میرفتیم مجبورا در مسجد یک کس هم ملائمون میکردیم، نماز میخواندیم تا زمانی که همین حکومت از این نتیجه گیریده دست نمیکشید. نمیشد که اون 1000 2000 5000 10000 نفری که به مسجد ایشان نوردین جان میرفت همه او را زندان میکرد. این امکان نداشت. ولی ترس، هراس، وحشت، بی‌ناموسی، بی‌عدالتی به ما را آورد به اینجا رساند. ولی امروز تقاضا داریم که مثل سید مکرم ها بیاین از ما دفاع کنن. اینا از ما دفاع نمیکنن. اینها تا اون درجه را حرف میزنن که براشون اجازه داده شده است. امروز حکومت براشون گفته است که بروید در فلان موضوع صحبت کنید، چون نسل دارد با تکس میزند، پاتکس میزند، نمیفهمم. این واکنش جامعه را میبرد و جامعه حکومت رو تنقید میکند. کمی میانه باید باشد. میانه چی؟ مثل دختران امام علی رحمان، مثل این نوار. ببینید مثل این. دولت من سراسیمش میدیسی یکون توی دیگر است. نه وای نکن دوست رو دیگر دیسی ارکاتی با جا میدیم اما جا نداریم اینجا نمیرم. رقص که گساله دبر دی دختره، رقص که مسافه دبر دی کمپیره، چی بنام جنبانی به فکرم کی خوابی، باید دو جنبانی به کربس میکلابی، بطاری نطاری باید که جنبانی به کربس میکلابی. مجنون به باغ میرفت لیلی سراغ میرفت، مجنون به باغ میرفت لیلی سراغ میرفت، مجنون به باغ میرفت لیلی سراغ میرفته. شما همین لباس ها و رفتار و اخلاق و کردارهای خانواده امام علی رحمان را گرفت دیدید. نه این نسلی است که امروز تربیت گرفته است. از کجا؟ از خانواده همین. کسی که مثلا 10 ساله بود وقتی که این نوار نشر شد، این حال 23 ساله است. کسی که اگر 7 ساله بود امروز وقتی که این نوار نشر شده بود الان 20 ساله است. خب شما فرقیت رو میبینید.
اونها همین نوارها را دیدن، تربیت گرفتن، دیدن که آینده نسل بانوی اول کشور مینوش، بانوی دیمی کشور مینوش، دخترای پرزیدنت مینوش، نمیفهم رقص و رقاصگی، دیگر چیکار کنن نسل ما؟ کجا باید برود؟ بچه های امروز رقاصه از کجا این رقاصگی را یاد گرفتن؟ از امالی رحمانوف. معین مشخص است که جامعه ما رو به فنا می رود از دستی کسانی که تربیت کننده امروزند. ما حالا هر چه شدیم نسل ما را دیگرها تربیت کردن، بزرگا نسل ما را تربیت کردن. ما و تو امروز تربیت کننده نسل جوانیم که این حال 10 ساله است. من تو هر کار میکنیم اون نسل 10 ساله که امروز این حال وارد مکتب میشه، وارد سامانه‌های مجازی میشه و من تو را تربیت میکنیم، تربیت کننده او من تیم، الگوی او من تیم. جوانی که امروز از 20 سال بالا داری تو الگویی برای نسل 10 ساله آینده کشور. مطمئن باش که هر کار کرداری را که تو میکنی اون نسل است میآموزه. امروز در تاجیکستان در بدترین حالت حرامخوری وجود داره، فساد اخلاقی وجود داره، تمامی بدمعاشی وجود داره. امروز دختری 15 ساله می نوشه، دختری 15 ساله حامله دار شده است از راه حرامی. این را به کی اینجا آور رسان؟ مگر ما وطن نمیدونیم که نسل باید چنین، زندگی نباید چنین باشه؟ امروز همین کسل های که از طرف بدمعاشی، بدجنسی به دخترها و بچه ها میگذرد، میدونید در تاجیکستان شمارش تعداد چقدر زیاد شده است. همه ساله این رونق پیدا میکند. برادران و خواهران گرامی، باید ناترسیده از ناموس خود دفاع کرد. مطمئن باش که هر روز وضعیت بدتر و بدتر می شود. بیایید صحبت کنیم، برایید معلومات بفرستید، برایید در کنار مبارزه باشید، برای رفتن با انقلاب آماده باشید، خودگذر باشید، در راه جهاد و مبارزه سربالا باشید، نترسید. وقتی که شما امروز میگویند که برادر و خواهر گرامی فلان وزیری بدمعاش، فلان ملیسی کثیفی که امروز روی مال یک خواهر را کشید یا فلان نفر را لطکوب کرد باید او جزا داده شود، باید 10 جوان جسوری تاجیک پیدا شود که بگوید اولین شده من جان خود قربان این خواهر میکنم، میرم فلان بدمعاشم جزا میتیم. گلبدین حکمتیار همین کار را کرد، رفت یک بدمعاش را جزا داد، اگرچه زندانش کردن در آخر کشتنش، ولی امروز صدای او، اسمی او، شهرت او در تمام تاجیکستان وجود دارد. در آینده تاجیکستان ما تمام نسل آینده تاجیکستان از چنین مادری که چنین فرزند را تربیت کرده است افتخار خواهد کرد. از چنین فرزندی که از ناموس خواهرش دفاع کرد و به خاطر ناموس خواهر کشته شد، نسل آینده تاجیکستان دفاع خواهد کرد، افتخار خواهد کرد. و هر کسی که این کار رو میکند مطمئن باشد امروز من تو برای چی آماده ایم وقتی که آماده نیستیم. من وقتی که در راه مبارزه برآمدم برای عمر علی قوت آماده بودیم، جان نبیدیم. اگر میگو که برای هر کاری بکنم میرفتم میکردم، ولی امروز چند جوان آماده است که امروز به فرمانهایی که ما صادر میکنیم میگیم که فلان کار انجام داده شود لبیک بگوید باید برود بکند. همین جوانی که امروز 18 ساله 20 ساله شد خدمت حربی را تمام کرد، چرا باید نباید با من صحبت کند که برادر من امروز خدمت رو کردم، آماده عمل هستم، بیاید که من برم همین کثیفی که در مقابل دین و ناموس و ملت و ارزش ها برآمده است همین بدبخت من جزا بگیم. چرا چنین اشخاص باید پیدا نشود؟ مشکل در کجاست؟ مشکل در آنی هست که ما ناموس، اخلاق، رفتار، کردار، تمام اون چیزی به انسانگرایی، به اسلام ربط دارد از دست دادیم. شرف رو از دست دادیم. ما منتظر چی خواهیم بود؟ نسل امروز از خدمت حربی خارج می شود و می رود دنبال همون کاری را که رحمانوف کرده است، دنبال دختربازی، دنبال مینوشی، دنبال بد اخلاق گرایی. فکر نمی کند که مسئولیت من برای این ملت دفاع از این ملت است. دفاع از این ملت منظورش خاص نیست که هر کسی که حمله کرد تو مدافع باشید. دفاع از این ملت منظور اوی است که حمله از راه فرهنگی، از راه اخلاقی، از هر راهی که باشد که او آینده به نسل ضرر برساند. وقتی که
به نسل تو ضرر میرسانند، چی فیزیکی چی روحی چی اخلاقی، مطمئن باشید که آینده کشوری تو از دست میرود و به همین طریق کشوری تو را از دستت میگیرن، مغزشویی میکنن، اخلاق و فرهنگ و رفتار رو عوض میکنن و کشورت رو از دست میگیرن. بیایید چند نمونه مثالی چونین یک حالت ها را ببینیم. این مطلبی را که شما در رادیوی آزادی میبینید، یک مطلبی عادی نیست، یک مطلبی است که بسیار باید همه را به دهشت بیاندازد. اگر در کشور روسیه، در کشور امریکا، در کشور قرقیزستان، در هر کشوری چنین حالت ها اگر رخ میداد، مطمئن باشید که مردم اونجا میخست و انقلاب میکرد و سرنگون میکرد هر حکومتی که در سر قدرت باشد. ببینید یک گمانبر در سوءقصد به جان زنی روز را از تاجیکستان به قزان بردن. گمانبر. بیا دوامش رو ببینیم، بیا خیلی تماشاش کنیم، از همه خوب تماشا میکنیم، خیلی کم هم هست. رفعت سلطانوف زاده تاجیکستان و گمانبر در سوءقصد به جان همسر یک تاجر قزانی از تاجیکستان به قزان آورده شده است. شما میدونید اسم رو ببینید، یک بار دیگه دوباره همین رو گوش کنید، اسم نسب رو، و ببینید که از کجا است. رفعت سلطانوف زاده تاجیکستان، یک بار دیگه، رفعت سلطانوف زاده تاجیکستان و گمانبر در سوءقصد به جان همسر یک تاجر قزانی از تاجیکستان به قزان آورده شده است. رفعت سلطانوف یک زاده تاجیکستان برای گمان سوءقصد از تاجیکستان به روسیه برده شده است، به قزان. ما در تاجیکستان اگر دادگاه نداریم، ما در تاجیکستان اگر استقلالیت نداریم، چگونه یک شهروند تاجیکستان، زاده تاجیکستان که به امیدی عدالت به وطنش برمیگردد، او را باید به روسیه برمیگرداند؟ وقتی که لیاچیکوی روس در تاجیکستان به اتهامی نارکوتیک یا به اتهام این چیزا دستگیر کرده شده بودند، چرا آنها دوباره به روسیه سپاریده شدند؟ چرا روسیه آنها را زندان نکرد، تاجیکستان را مجبور کرد که آنها را برگرداند؟ چون شهروند روسیه بودند و روسیه از شهروند خود دفاع کرد و نگذاشت که آنها در تاجیکستان زندان کرده شوند. آنها را به روسیه برگردان. چرا امروز شهروند تاجیکستان باید بیاد در روسیه زندان شود؟ او را از داخل وطنش حکومت استردادش کنه به روسیه. ما مگر دادگاه نداشتیم که طلب کند روسیه رو که برای استرداد یک شهروند خود، من تا زمانی اثباتی دلایل شما ایرا من روان نمیکنم که همین نفر قتل کرده است کسی رو، و اگر هم قتل کرده باشد در همین داخلی وطن خود ما ایرا جزا میدیم. تو چگونه حق داری که ایرا به روسیه ببری و به هر کشوری دیگری؟ این شهروند جمهوری تاجیکستان است. حتی اگر هم که استرداد شود، تنها در یک حالتی که با قرار دادگاه تاجیکستان اون نفر باید استرداد کرده شود. دادگاه باید دلایل ها را ببیند و خلاصه برآورد که این نفر مجرم است از دید حکومت تاجیکستان، از دید دادگاه تاجیکستان، بعد او سپاریده شود. اینا چی میگویند؟ خودکشی بیگانه پرور در تاجیکستان. ما اگر برای بیگانه ها از ما درخواست شود، در کوتاه‌ترین فرصت میسپاریم. لیاچیکا را در یک ثانیه، همین که بالامون فشار آوردن، حکومت گفت که بگیرین لیاچیکاتون ای خودتون، من در زندانشون نمیکنم. اون دغدغه‌هایی که با 2 هواپیما نارکوتیک یا مواد مخدره اومده بودن، اونها چی شد؟ معین مشخص نیست. معلوم نیست که 2 هواپیمای پر مواد مخدره که اینها با خود به تاجیکستان آورده بودن، میخواستن از این طریق به روسیه بروند. این اتهامات چی شد؟ ولی وقتی روسیه اونها را طلب کرد، اونها را برگردانیدن تا کوتاه‌ترین فرصت و روسیه اونها را آزاد کردند. اما حکومت تاجیکستان چی؟ برای این نفر مگر ایستادگی کرد؟
فقط روسیه یک بار فرمان داد، حکومت دیکتاتوری امالی رحمان رو در کوتاه‌ترین فرصت گرفت چیکار کرد؟ این نفرات پرتسه کرد. در این باره خبرگزاری ریالنای وریمیا اطلاع داده است. سوءقصد فرمایش روز 14 اکتبر صورت گرفته است. زاده تاجیکستان که ظاهراً شهروند روسیه نیز هست، به گفته مقامات روسیه به ایرین شویروی 34 ساله در افتاده و گردنش چند دفعه کارد زده همان شب به تاجیکستان فرار کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 18 اکتبر گفت که رفعت سلطانوف در وطنش یعنی تاجیکستان بازداشت شده، مسئله استردادش در حال بررسی است. بنا به گزارش او را روز 19 اکتبر برای پاسخ دادن در نزد قانون به قزان بازپس فرستادند. مقامات تاجیکستان درباره این پرونده هنوز چیزی نگفتند. رفعت سلطانوف یگانه گمانبر در این سوءقصد نیست و در رابطه با پرونده در تاتارستان 6 نفر را بازداشت کردند. در میان آنها خب این قضیه بسیار تکان دهنده است. حالا بیاید چیزهای دیگری رو ببینیم. این جوانی است که از اروپا بعد از چند سال زندگی به تاجیکستان برگشت، ولی در تاجیکستان چیکار کردن؟ او را به قتل رسانیدن به خاطر ریش داشتنش. به خاطر ریش داشتنش در تاجیکستان چیکارش کردن؟ به قتل رسانیدنش. و این جوان دیگری که به داعش متهم کرده می شود در گرمانیا، به خاطر باز نگشتن به تاجیکستان شکم خود، دست خود، پای خود رو چیکار کرده است؟ بریده است. قریب خودش رو بکشد که او را چیکار کنن؟ تاجیکستان نبرن. تاجیک از وطن خودش اونقدر هراس دارد، ترس دارد که به خاطر نرفتن به تاجیکستان خودش رو، شکمش رو پاک چاک میکند، میبرد، دستش رو میبرد، گردنش رو میبرد که تاجیکستانش نبرد. حالت تاجیکستان را به کجا آورده رسانده؟ به کجا آمد حالت تاجیک رسید که باید یک تاجیک به خاطر بازگشت به وطن خودش چاک کند، بزند که مرا نبرید دیگر وطن. اوجا نبرید، همون تاجیکستان مرا نبرید. آخه این حالت شرمنده ترین حالت باید در تاریخ تاجیکستان باشد، مردم تاجیک باشد. انسان ها برای وطن رفتن میدونی چقدر باید تلاش کنن. با خوشحالی خرسندی مردم در گذشته وقتی پدرای ما به خارج می اومدن در یک بلوکچه‌ای که داشتن خاکی وطن قدیشان می بردن که خدا نکرده من در اوجا بمونم این خاکی وطن با من باشد. امروز بالای خاکی وطن توف کردن. او قدر تاجیک گریزون کردن که به خاطر باز نگشتنی به وطن شکمش رو چاک میکند که دیگه باز نگردونن او را. رگ گردنش رو میزند که او را به تاجیکستان بعد باز نگردوند. ولی این مطلب رو نگاه کنید، این رو ببینید. وقتی که یک بلاگر از خارج کشور میآید، یک بلاگر از خارج کشور میاد، تمام تاجیکستان از خرد جوان میرود در فرودگاه، مرکز و همه جا راه پا میبندند، تمام ماشین ها رو بسته میکنن، راه ها را. تو اینه که یک بلاگر رو ملاقات بکنن، تمام امکانات ها را فراهم میسازن. چرا تاجیک خودمان وقتی که این قدر مبلغ کار میکند به تاجیکستان با تمامی سختی ها پول روان میکند، باید چون این ملاقات کردن نشود؟ این چگونه خودکشی بیگانه پروری کردن است؟ و خاطر که این بلاگر یک بار بگه که تشکر از رئیس شهر دوشنبه و تشکر از اموالی رحمانوف که فلان کارها را ره رو برای ما کردن و موده ساختن فلان و بیسمه دار. بیایید این مطلب رو، همین خودکشی بیگانه پروری رو از رادیوی آزادی باید تماشا کنیم. ببینید که در تاجیکستان وقتی جوانی که به خاطر بازگشت به تاجیکستان که ریش دارد تاجیک میرود کشته میشود، ولی اصحاب تمایف میرود بارشی خود در تاجیکستان هیچ کس برای او پیک و مودا میکنند، برای او راه را میبندند، برای او صدها تاجیک زخمی میشود، میافتند در زمین میزنند، پا دست لین میشکند. برای یک بلاگر 10,000 نفر جمع میشود، میروند به میدان ها برای دیدن او. ولی برای یک تاجیکستانی که برای مهاجر مهنتی جان میدهد، مانند عزت امان، مانند کرامت شریف و مانند عمر القوت، وقتی که اینا را به تاجیکستان میبرند، یک نفر به در سفارت، یک نفر به در فرودگاه نمیآید.
روزی که راه دوشنبه چناق را برای تشکیل چهاربینی تمایف بستند، گلچهره رحیمه و همراه پسر معیوبش از پنجکن برای طبابت گرفتن به پایتخت می‌آمد. وی در منطقه هوشیاری دره ورزاب درمان نمی‌دانست که چرا راه بسته است. عصبانی هم شدم، از ماشین پایان شدم. دو سه کس رو می‌پرسم، حتی راننده که هر روز در این راه هستن از طرف سبب چی باشد که راه بستن. و ما خیلی انتظاری کشیدیم تا امکانی که بود از آب و دارو و دیگر چیزا استفاده بردیم که سعی بودم با کمک کنیم. خلاصه وضعیتی در نظر من خیلی طولانی بود. هرچند 1 سال زیادتر آنجا مادر بودیم، در نظر مثل 1 سال چون مادر هستم، اذیتی فرزند برای من خیلی مشکل بود. پسر 26 ساله گلچهره آموس مغز سر دارد و دست و پای راستش از کار ماندند. و گفته گلچهره ساعتی که در راه درماندن وضع پسرش بدتر شد و افسود اگر میدانست که راه را میبندند آن روز به راه نمیبرآمد. پایگاه بلاگر اصحاب تمایف روز 19 اکتبر در کنار شهر دوشنبه برگزار شد. یک قسم چهاربینی دیگر که به خاطر این بلاگر تشکیل شده بود در حدود کوه دوشنبه در مسیر دوشنبه چناق صورت گرفت. به خاطر همین چهاربینی راه بسته شد. استقبال از اصحاب تمایف در دوشنبه همانا ادامه دارد. او را به طرفخانه و مغازه ها دعوت و مهمانداری میکنند. دعوت تمایف به تاجیکستان به خاطر تشکیل پایگاه بود یا تبلیغ امکانات سیاحی کشور و مال و خدمت رسانی ها در پایتخت. آمدن نمیدونم که یک بلاگر خارجی که دیگه مخاطباش خیلی زیاد هستن برای خود مردم تاجیک اصلا هیچ ما اون تشویق میکنه که ما هم دیگه جزء مخاطب اون شویم، جزء پیگردهای بلاگ اون شویم. یعنی که برای خود تاجیکستان، خود مردم تاجیکستان همون شخصیت هیچ معنی ندارد، چون ما تا آمدنی اون شاید که او را نشناسیم. چند جوان هستن که در صفحه‌های نمیدونم که شبکه‌های اجتماعی بار دیدن یا نمیدونم که پیروی میکنن یا که میبینن او را، اما برای اکثر مردم اصلا از اهمیت خالی است، هیچ معنی ندارد. ما بیشتر او را تشویق میکنیم. حالا تا چه اندازه وی و جز همون سپانسرانی که او را آوردن از اونا تشکر میکند و چند جمله خوبی درباره تاجیکستان میگوید و این چه رزونانس داده میتواند برای رشد تاجیکستان، برای پیشرفت تاجیکستان. اینش هم باز یک سوال دیگر ابراهیده است. در سالهای گذشته بلاگران و افراد شناخته دیگری روسیایی کسان حسینوف، اسلام مخاچوف و حبیب نور محمد به تاجیکستان آمده بودند. از آنها نیز در سطح‌های گوناگون استقبال شده بود. زیورشاه محمد میگوید که اگر هدف از دعوت بلاگران معرفی ظرفیت‌های سیاحی و اقتصادی تاجیکستان است، چرا تنها افرادی دعوت می‌شود که در صحنه‌های پس‌وشوروی معروف هستند و با زبان روسی صحبت می‌کنند؟ دنیا فراتر از اون جغرافیای روسیه هست که امکانیت‌های بیشتر و فراختری دارد. حد مثال که زبان‌های انگلیسی و نمیدونم که حتی همون زبان فارسی خودمون، اما زبان فارسی رو چرا که تشویق نمی‌کنیم که اونقدر اطلاع و نمیدونم که امکانیت‌هایی که برای جوانانی با زبان فارسی می‌دهند به هیچ اندازه زبان روسی داده نمیتواند. اگر که هدف شما معرفی تاجیکستان باشد، پس از همین دایره زبان روسی بیرون شوید. در دایره زبان روسی ما هر قدری که نخواهیم اون خودش تشویق و ترغیب میشود. یعنی که مخاطب روسی ما را به هر راه ما داره. گلچهره رحیمه که همراه پسر بیمارش در راه درمان میگوید که جدا از اذیت ساکنان، تبلیغ پایگاه ماشین ها نامقبول است. دوستان گرامی، همونطوری که شما دیدید در رادیو آزادی، یک مادر به خاطر فرزند بیمارش به بیمارستان میرود و وقتی که در پروکه قرار میگیرد بسیار در حالت سختی فرزندش قرار میگیرد. میگه 1 ساعت برای ما عمدتاً نمیفهم چند سال گذشت، بسیار سخت بود، چون دردی فرزند رو دیدن، احساس کردن بسیار سنگین بود. و علاوه بر این دیگر ساکنان حالا نوارهای گوناگون نشر شده سامانه‌های مجازی که این پروبکا بسیار حالتهای سختی رو به مردم ایجاد کرد و مردم نفس کشیدن نتونستن. یک تعداد انسان‌ها 4 ساعت 4.5 ساعت به خاطر سرخوش کردن یک بلاگر یا یک نمیفهم یک خارجی باعث گردید که اونها در همین سختی‌ها قرار بگیرند. شما میدونید برای چی؟ برای اونه که همونطوری که همین کارشناس گفت، تبلیغ فرهنگ روسی، تبلیغ بلاگران روسی زبان. چرا باید از دیگرها تشویق نکرد؟ به خاطر کدام بلاگر ایرانی
چنین یک کار رو انجام دادن، کدام راهی رو بستن. میفهمم چرا باید برای یک بلاگر آذربایجانی که روسی زبان بود، در روسیه تولد شده بود، بزرگ شده بود، برای اون راه رو ببندن؟ چرا برای اصحاب تمام راه رو ببندن؟ این چگونه راه و کرداری هست که باید در جامعه ما صورت بگیرد؟ مگر ما خودمون نداریم چون این کارهایی را که اگر تبلیغ سیاحی میکنیم امثال این کارها را خودمون انجام بدیم و در جامعه خودمون بتوانیم تبلیغگری آن باشیم؟ چرا باید از یک خارجی استفاده کنیم؟ چرا باید جوانایی که به خاطر وطن باز میگردن کشته شود بارش و یک بلاگر از خارج بیاد بتواند بارش در وطن من و تو آزاد بگردد؟ اگر ریش یک خارجی برای من و تو ضرر نمیرساند، چرا ریش یک تاجیک برای یک تاجیکستانی برای من و تو ضرر برساند؟ وقتی که عقیده و ایمانی یک خارجی به و تو ضرر به تاجیکستانی من و تو ضرر نمیرساند، چرا باید عقیده یک تاجیکستانی باید ضرر رسان باشه؟ شما میدونید که همین بلاگرانی که بعضی هاش رو دعوت میکنین، نیمش به تمامی همین کسانی که شما در تاجیکستان ممنوع کردید سلفیه با همین ارتباط دارند. چرا پس اونها رو نمیبرید ممنوع نمیکنید و به تاجیکستان اجازه میآید؟ چون معین مشخص است که اونها تعریف و توصیف میکنن از خانواده امام علی رحمه الله. این حالتایی است که شما به مردم ما ایجاد کردید. بیایید مثلا چیزی دیگه رو دارم جا ببینیم. در همین حالتی که این قدر بد اخلاقی، بدمعاشی در تاجیکستان ما وجود دارد و حکومت ما بالاترین حرفا رو میزند، میگوید ما در بهترین شرایط قرار داریم، در حالی که در همین هفته یکی از اخبارهای نشر شد که مجموعه محصولات داخلی یک کشورها را به سر شهروندان مقایسه میکردند و در تاجیکستان به سر هر یک انسان $1430 به سر هر یک انسان اهالی میون 195 کشور جهان ما قرار گرفتیم. شماری کردن ما در جای 167 قرار گرفتیم، در قطار کره شمالی و نمیفهم کشورهای افریقایی و در کشورهای پس و شوروی در آخرین جا بودیم. قرقیزستان همسایه که کمتر از ما اهالی دارد از ما بالاتر است. ترکمنستان که بدترین حالت شرایط دیکتاتوری دارد از ما بالاتر است. آخی ما چگونه ادعاهای پیشرفت میکنیم که در حالی که تمامی آمارهای جهانی نشان میدهد که ما رو به فناییم؟ 4 تا بلاگری که امروز با قمار برای فند و فریب آمدن مردم را شکمشان رو گویا سیر میکنند که 500 سوم بتیم، من ماشین $10,000 میتیم، خانه $5,000 میتیم. ما پیشرفتی تاجیکستان رو نشان داده رفته شدیم که تاجیکستان پیشرفت کرده است. پیشرفتی تاجیکستان در این نیست. بیایید چند پیشرفتی دیگری تاجیکستان رو من برای شما نشان بدم. این یکی از پیشرفت‌های تاجیکستان این است. بیا من برای شما عینی حال این پیشرفت تاجیکستان نشون، این را میگویند پیشرفت. بیایید این پیشرفت به سمت شما من برسونم دوستان. این پیشرفت است. این پیشرفت تاجیکستان است. بیایید نوارش رو تماشا میکنید. هرگاهی که نعمت الله بصیروی 58 ساله تشنگیش را از آب جویبار نزد خانه‌اش میشکند، از آن خوف دارد که بیمار خواهد شد. برای هم خدمت خیلی تنقیسی ما همه در آب هست. همه کسل بیماری ما از همه روی همه آبی که آسامیدنی ما که توزه نیست برای همه. صرف نظر از ذخیره های سرشار آب در تاجیکستان، طبق معلومات رسمی از 10 میلیون اهالی این جمهوری تخمینا 41% به آب به خطر آشامیدنی دسترسی ندارد. این ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی که در دوران یک بار اینجا رو گوش کنید دوستان، عیناً گوش کنید اینجا رو. کسل بیماری ما از گوش کنید اینجا رو. آسامیدنی ما که توزه نیست برای همه. صرف نظر از ذخیره های سرشار آب در تاجیکستان، طبق معلومات رسمی از 10 میلیون اهالی این جمهوری تخمینا 41% به آب به خطر آشامیدنی دسترسی ندارد. شما ببینید 41% اهالی تاجیکستان به آب نوشیدنی درست دسترسی ندارد. تمام مریضی های تاجیکستان تقریبا امروز از روی همین آب هاست. شما همین آب کثافتی همین آب رو نگاه کنید، همین خانواده از همین آب می نوشن.
از همین آب کثیف اینها هر روز میخورن. در اول نوار شما ببینید آب و روغنی بالای همین آب رو شما میبینید چگونه روغنی کثیف در همین آب وجود دارد، در حالی که در سازمان ملل هر سالی که امالی رحمان رو میرود برآمد میکند از نوشیدن آب، از آبی تاز، از پیشتاز بدن حکمت خودش در همین ساعت صحبت میکند. و ما میدونید چقدر ذخیره های آبی در تاجیکستان داره. به خدا عیب و شرم است. این نمیگویم پیشروی، این پیشروی آینده تاجیکستان است. همین است که امروز در بلاگرها، ملاگرها، خلاگرها نمیفهمم هر روز میبرای تشویق توضیح میکنه در بیرون میبرای. این است پیشروی شما، این است کارباری شما در جهان. نزد خانه اش میشکند، از آن خوف دارد که بیمار خواهد شد. برای هم خدمت خیلی تنقیسی ما همه در آب هست. همه کسل بیماری ما از همه روی همه آبی که آسامیدنی ما که توزه نیست. برای همه صرف نظر از ذخیره‌های سرشار آب در تاجیکستان، طبق معلومات رسمی از 10 میلیون اهالی این جمهوری تخمیناً 41% به آب بی‌خطر آشامیدنی دسترسی ندارند. این ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی که در دوران شوروی ناحیه کاخازآباد نام داشت میگوید آب جویباری که آنها می‌نوشند از هر نقطه نظر خطرناک است. پایان‌های مقصد از سرزمین‌های کشاورزی که میکنن حولینای نزدی حولگی اکثریتش در همین بعضیش در زهبرو میره. همه نمودی دارو پرو همه چی را داره در درونی وای. افلاسی هم میاد، تمام غذایی ها میبیه. البته را او آدم کسل میکنه. خبرنگار فرانس پرس خاطر نشان میکند که اثنای تهیه گزارش نزدیکانی به صرف در همان آب جویبار برای دسترخوان نصف روزی میوه و سبزیجات میشستند. مؤلفان می‌افزایند نتیجه یک پژوهش که در مجله بریتانیایی نیچر نشر شده است تاکید می‌کند که از سال 1990 تا سال 2020 هر سال در تاجیکستان نزدیک به 1620 نفر از بیماری‌های مربوط به آب افلاس به هلاکت رسیده است. اما برای ساکنان بعضی دهات دوردست این ناحیه جویبار هم یک معجزه دستنارس است. خواجگی ملکه ارمت و 30 ساله آب را از ماشین‌های آبکشان خریده در حوض زیرزمینی حویش نگه می‌دارد. سوجا آب نیست، اینجا چول است، زندگی همون دشوار است. آب میبود درختها قامت میافروختند. آبی که در بشکه ها هست تا اینجا نمیرسد. در قلمرو تاجیکستان و قرقیزستان 25,000 پیریخ وجود دارد که از 3/2 ذخیره آب آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهد. ولی زیرساختار قدیمی دوران شوروی قدرت تأمین اهالی با آب را ندارد. ما در ولایت ختلان جای داریم که در اینجا پایگاه‌های آبکشی مشکی برای 2800 خواجگی باید آب دهیم. آب را ما از سبب تعمیر طلب بودن تجهیزات ها آب را دادن نتونسته داریم. از این لحاظ مقصد روزهای نزدیک نصیب کرده باشد ما پایگاه تعمیر کرده به خلق آب میدهیم. دیپلماتیای مربوط به آب یکی از بخش‌های مهم سیاست خارجی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان است. تاجیکستان با آرزوی آنکه روز آب پیریخ‌هایش تا هر خواجگی تشنه‌لب ختلان میرسد، تشبثکاری چندین قطعنامه و سندهای وابسته به آب در سازمان ملل متحد بوده است. بهار سال روان حکومت تاجیکستان یک برنامه مفصل تأمین اهالی این کشور با آب بی‌خطر آشامیدنی را راه‌اندازی کرده است. اما الحال از پیشرفت آن خبری نرسیده است. همونطور که شما می‌بینید دوستان گرامی، وضعیت در تاجیکستان تا اون درجه را بد است که اون رو به طرف خوبی به ما جلوه میدهند. یعنی امروز یک بلاگر مشهور را میبرم به تاجیکستان و تمام نسل جوانی که امروز نمیداند جامعه به کجا میرود، در فکر غم درد دیگران نیست، از روحیه و از به اخلاقی اونها استفاده میکند و میآید اونها در میدان میبرد که گویا در تاجیکستان هیچ اتفاقی نافتاده است، همه 100% است. ولی وقتی که ما عمیق‌تر میرویم، وقتی که ما میبینیم به خلاصه میرسیم که تاجیکستان وضعیتش
بسیار و بسیار ننگین است. ما آب نوشیدنی را دیدیم. بیاید حاضر یک مدر دیگر را به نظر میگیریم. این از وضعیت آب و وضعیت بد شدنی حالتی خانواده‌هایی که در کوهسار و در هر مناطق دیگری زندگی می‌کنند آب ندارند. بیاید حالت کم بضاعتی را نظر کنیم. این یک مطلب دیگری است که حالت کم بضاعتی تاجیکستان رو نشون میده. ببینید یک مادر با 5 فرزند، ببین مادری تنها با 5 دختر بیکار و بی‌درآمد زندگی یک عائله کم بضاعت چگونه میگذرد؟ یک مادر در تاجیکستان کم بضاعت از 5 دختر دارد. ببینید که چگونه میگذرد. 17 اکتبر روز جهانی مبارزه با فقر اعلان شده است. موضوع کم بضاعتی نادر و تاجیکستان نیست. هر نفر پنجم در تاجیکستان زیر خط فقر به سر میبرد. یعنی از روی معیاری ها بانک جهانی درآمد روزمره کمتر از $3 میباشد. در میان کشورهای نیازمند و محتاج زنهای تنها و پرتافته شده کم نیستند. صدبر قربان یک از آنهایی است که با 5 دخترش تنها و در بی‌بضاعتی شدید در شهر وحدت به سر میبرد. او به امید کمک پولی دولت است، چون با سبب خردسالی فرزندان نمیتواند آنها را تنها گذاشته از پی کار شود. دختر خردیش 5 و کلانیش 16 ساله است. قربان و میگوید که یک مقدار پیاز و کارتوشکی که حالا در خانه اش است تا یک هفته دیگر تمام می شود و نمیداند آنها را چی انتظار است. 2 سال پیش به کمک خیرخواهان در یک قطعه در بین کوهها از پی بنیاد منزل شد و حال آن هم ناتمام است. در ساختمان خانه من یاری مهاجران رسیده است. من یک پدر پیر دارم، او هم بیمار است و کار کردن نمیتواند، گفت در صحبت با رادیوی آزادی صدبر قربانو، ساکن محله فیض شهر وحدت. به قول او تو به این آخرها پدرش به او همیشه یاری میداد و هم از حساب الیمنت فرزند ماهی 120 سومونی مبلغ به دست می اومد، ولی با گفتش این هم هیچ چیز نمی شود. پدرم بیچاره گریه میکند و دیگر یاری دادن نمیتواند و میگوید خودت از کجا میابی؟ کار کن زندگیت را بر. زندگی هم همین خیل وزنین است، گفت قربانو. او میگوید که تنها در مکتب میانه تحصیل کرده است، هیچ کسب و هنر ندارد و بعد از هم پاشیده شدن خانواده‌اش تماما در یک حالت ناچاری مانده است. او میگوید از بس که خانه‌اش دیوار ندارد، از امنیت خود و فرزندانش هم نگران است، وگرنه شاید میتوانست کودکان رو در خانه گذاشته به جای برای کار برود. از سوی دیگر کار پیدا کرده برای این زن تحصیل نکرده هم آسان نیست. او میگوید که اسمش رسما در رویخط کم بضاعتان دولت هست، ولی نه همیشه از کمک‌های پیش بینی شده برخوردار می شود. 2 یا 3 بار 30 سومونی گرفتم. وقتی بعد این مراجعت کردم چند دفعه گفتن که بانک کار نمیکنه، دیگر به شما پول نمیدهند. یعنی ببینید مثل صدبر در تاجیکستان صدها هزار خانواده از ناداری و کم بضاعتی اذیت میکشند و گاهی نگرانی از ناکافی بودن کمک پولی یا نبودن شفافیت در تقسیم کمک ها صدا میدهد. حالا دوستان گرامی ما دوام این رو نمیخوانیم چون طولانی تر می شود. فقط یک چیز رو اینجا باید ذکر کنیم که دوستان گرامی در تاجیکستان وقتی که ما اگر هر ساحه رو نگاه کنیم وضعیت مردم ما در بدترین شرایط قرار دارد، در بدترین حالت ما قرار داریم. هیچ مادری تاجیک امروز خوشحال نیست که فرزندش در مهاجرت است. هیچ مادری تاجیک خوشحال نیست که فرزندش امروز از سبب ناداری مکتب رفتن نمیتواند، لباس ندارد، غذا پیدا کردن نمیتواند، در حالت تنگی قرار دارد، خانه جای خواب ندارد، لباسی پوشیدن ندارد. هیچ مادر از این خوشحال نیست و هیچ پدرم از این خوشحال نیست. سببگارش یک چیز است: ظلم امام علی رحمان و خاموشی مردم. ما و تو امروز کسانی که جسارت داریم، نیرو داریم، مبارزه برده میتوانیم و میتوانیم وطن را آباد کنیم، نشستیم به یکدیگر انتقاد و تنقید میکنیم و نمیخواهیم آینده ای وطن را بسازیم. امروز در کنار ما کسانی نیستن که بیاین برای ما خودشان را قربانی کنند.
من بارها میگم که ما آماده قربانی در راه مبارزه در راه مجاهدت بودیم. من برای عمر قوتف آماده بودم جانم را بدهم برای تمام کارهایی که میکرد، تمام فرمانهایی که را میداد. باری نشد است که برای من فرمان داده باشد من انجام ندهم. روز 31 دکبر سال 2014 30 دکبر سال 2014 وقتی عمر علی قوتف در زندان دستگیر کرده شد، من ناترسانه رفتم در نزد سفارت در روسیه، سفارت روسیه و سفارت تاجیکستان پلاکت برداشتم و اعتراض کردم در زمانی که تمام جوانان فرار کرده بودند. در اونجا ایستادم تا اینه که در اون تظاهرات صدای من بلند شود و از راهبر دفاع کرده شود. تا حال عکس و نوارهایش موجود است. ولی امروز آیا شما از کسانی که همینجا ایستادن مرا گوش میکنن، آیا شما آماده هستید که به فرمان من همچون یک راهبر سازمان اجرا کنید، عمل کنید؟ وقتی من شما را میگم که برادر دینیم، هموطنی عزیزم، امروز فلان نفر نیاز دارد که باید کمک کرده شود، فلان نفر باید جزا داده شود برای ظلم کردهش، شما آماده هستید فلان کار را اجرا کنید؟ من در طول 11 سال مبارزه از کسی یک مبلغ نگرفتم، یک درهم نگرفتم و هر کسی که نشان بدهد که من از او یک درهم دادم، من کاملا استعفا داده از زمین کل مبارزه و مخالفت و مجاهدت قفا میکشم. باری رم این کارو نکردم در تاریخ زندگیم و هیچ وقت رم این کارو نخواهم کرد. ولی وقتی که یک مادر نیاز به کمک دارد باید من و تو در کنارش بشیم. ولی وقتی که یک کثافت، یک نجس نیاز به اون دارد که باید جزا داده شود، باید مبارز مجاهد وطن دوست وطندار پیدا شود که او را جزا داده شود، او را جزا بتید. امروز چگونه یک پلیس احمق ببراید بگوید که من تمام ریشداران را جزا دادم، این شما ابله‌ها و خرا را باید من چیکار کنم؟ با زبانی الفاظی بدی تاجیکی بیاید یک پرکرار نمیفهمم کی است بیاد حرفای بد بزند و من و تو بشینیم بگیم که ما مسلمانیم و ما تاجیکیم. نواری همون کارمند مقامات در تمام جا نشر شد، همه شما رو تماشا کردید. آیا شما بار آمدید که برادرها و خواهرای گرامی ما آماده ایم همین انسان و امثال ای را چیکار کنیم؟ باید به جوابگری بکشیم، این را باید جزاش بدیم. وقتی که یک چچنیستانی در نمیفهم در امریکا، در اروپا، در روسیه، در هر کجا، در هر مناطق، هر شهری که نسبت یک چچنیستانی حرف میزند پیداش میکنند و جزاش میتین. مگر اونها از ما بناموسترن؟ کجا شد ناموس دینی ما؟ کجا شد ناموس ملی ما؟ کجا شد ناموس تاجیکی ما؟ کجا شد افتخار دینی و ملی ما؟ ما هر روز نشستیم اشک مادر را میبینیم در پیش یتیم بچه هایش گریه میکند، اشک میریزد و من و تو نشستیم و منتظری کدام نجات دهنده سیاره هستیم. هیچ کسی پیدا نمیشود برای بجز من و تویی که بتوانیم تاجیکستان را آباد کنیم، آزاد کنیم. هیچ کس پیدا نمیشود بجز من و تویی که برویم همین بدبختا را جزا بدیم. هیچ کسی پیدا نمیشود، منتظر کسی نباشید. همون کس خودت هستی، من هستم. بیا با هم بریم هر کسی را که میخواهیم جزا بدیم. امروز من آمدم با چهره آشکار دعوت میکنم و توی که امروز چهرت پنهان هست باید امروز بر بخیزی و برای جزا دادن بعضی از ظالمان باید دست به کار بشوی. میگفته که فلان روز من خواهم برآمد و من چهره‌ام رو پنهان کردم به خاطر یک روزی که مبادا. امروز روز مبادای ملت است. امروز همون روز تنگی ملت است، همون روز سختی ملت است. امروز در ملت ناموس و اعتبار و انسانیت باقی نمان، همه رو از بین بردن. وقتی اون رسیده است که جزادهی شروع بگردد، وقتی اون شده است که ما بتوانیم ضربه خود رو به این نجسا برسونیم.
بار دیگر از تمام شما برادران و خواهران خواهش میکنیم که بی‌طرف نباشید و همیشه در راه مبارزه استوار باشید و براید با ما صحبت کنید و آماده انجام دادن کار، از همه مهم آماده خودگذری و قربانی باشید. تا ملت آماده قربانی نباشد ملت پیش نمی رود. تا آماده قربانی بتوانیم. همین جوانی که از تاجیکستان برگشت در یک ثانیه گرفتن به خاطر ریشش کشتنش. همین انسان نمیتوانست خودش را قربانی کند به خاطر ریشش، پیش از آنی که به خاطر ریشش بکشنش. هزارها ریش جوانی دیگر رو تراشیدن، خودش ریش داشت و میدانست که امکان دارد ریش ایران بتراشن و ایران بکشن مثل دیگر را. نمیتوانست خودش را قربانی کند و بدون این بردن قربانیش کردن. و همین گونه هر کسی که امروز پشت پرده از ناموس دینداریتان، از ناموس انسانیتان، از ناموس ملتتان دفاع نمی کند، فردا نوبت شما می شود و هر یک کدوم شما را مثل همین جوان در حالت ذلت میبرند میکشند. باز میبرند به در خانت، مادرت را نمیمانند که یک عکسی بگیرد از تو. و یک بیگانه میآید، تمام دختر و تمامی بیناموسا را جمع میکنن و او را از او استقبال میکنن. دیگر چی صحبت کنیم با کسی که نمیفهمد، با کسی که درک نمیکند، آماده نیست برای راه مبارزه. به خدا عیب و شرم است. دیگر وقتی شما رو طولانی نمیگیرم، بسیار صحبت کردیم. حالا وقتی عمل است، باید هر کسی آماده عمل باشد. وقتی عمل است باید برویم صحبت کنیم. شماره های من در بیشتر نواره های من هست و شما بروید در سامانه فیسبوک با اسم عبیدالله سیدی هستم و میتونیم پیدا کنیم، برین با من در تماس صحبت کنیم و آماده باشیم که برای آینده ملت یک چارچوب بسازیم که ملت از او استفاده کند و هر کسی که در مقابل این چارچوب، در مقابل ارزش های دینی و ملی تاجیک می رود، باید او به جوابگری کشیده شود. فرقی نمیکند در کجا قرار دارد. باید ملت ما تا اون درجه را آماده قربانی باشد که برود در مقابل هر کسی که در مقابل دین و ملت ما میایستد ایستادگی کند. امروز 1000 نفر میدونیم و اسمشون در سامانه‌های مجازی نشر شده است که رفتن به خاطر دین خودشون قربانی کردن، ولی وقتی که دین در تاجیکستان بدترین حالت قرار دارد از دیگر کشورها خاموشی را اختیار کرد، چرا در تاجیکستان داخل وطن خودت همین بدبختایی که امروز در مقابل دین مبارزه میبرن به جزا داده نشود؟ میرود قربان دیگر رو خودت رو بکنی. برای همین دوستان و هموطنان عزیز بربخیزیم، مبارزه ببریم، آماده شیم و خودگذری رو شروع بکنیم. دیگر شما رو به خدا میسپارم، وقتتون رو طولانی نمیگیرم. حدود 1 ساعت 15 دقیقه در پخش مستقیم هستیم و من مریضم، همطوری که میبینیم صدایم خوب نیست و آب بیشتر مینوشم، مشکلاتی سردی اومده و چند روز میشود سلفه زیاد هم داشتم. امیدوارم که انشالله که این مریضی زودتر خلاص شود و در برنامه بعدی در بخش مستقیم بتوانیم بازم بیشتر صحبت کنیم. دوستان برنامه رو بیشتر دستگیری کنید، لایک کنید، به اصلاح روسی پدیدیت کنید تا اینکه دیگران بتوانند از برنامه آگاه شوند و ما بتوانیم همون جامعه، همون آینده ملت رو با هم بسازیم و نگاه کنیم که ناموس، انسانیت، عدالت در اون وجود داشته باشد. دیگر شما رو به خدا میسپارم. پروردگار همه شما را در امان و حفظش نگهدار باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.